طبق معلوماتی به ما رسیده الحال در حدود ولایت سوخت 225676 گکتار زمین‌های کشاورزی به قید گرفته شده است و از این نشان داد 163481 گکتارش آبی و باقی مانده للمی کاران به حساب می‌رود. از این مساحت 35700 گکتارش را غله تیرماهی یعنی جو و گندم تشکیل داده. باقی دورنمای کشتی بهاری نامگی مختلف زراعت کشاورزی از غله‌دانگاه آغاز کرده تا زراعت تکنیکی و لوبیاگی، سبزیجات و کارتوشکا، زراعت روغنده و خوراک چاروا امسال به مساحت 172990 گکتار به نقشه گرفته شده. در این سمت کار آغاز و ادامه دارد. با نظر داشت تجدید از نفت تشکیل دهی خواجگاه کلان حجم دهقانی که از اول سال 2014 آغاز گردید تا به امروز بیش از 70000 عدد خواجگاه خرد دهقانی عائلوی و انفرادی را با فراگیری زیاد از 320000 نفر سهامداران زمین و میدان فعالیت برآورد که رشد با مرام ساحه کشاورزی از عزم و ثبات همین خواجگی ها در به میان آوردن فراوان حاصلی زراعت کشتهشان وابستگی زیج دارد. همزمان با صاحب زمین گردیدن شماره زیادی سهامداران زمین که قبلا از مسئله های وابسته به زمین و اگرتکنیکی آن عامل‌های اساسی ویرانشوی استرکتوری زمین، طلبات قانون عاید به استفاده ثمرناک و از گردش کشاورزی بیرون ماندن آن دور بودند، مرحله فرا رسیده است که در برابر بلند برداشتن فرهنگ زمینداری معرفت حقوقیشان نیز در سطح ضروره قرار داشته باشد. زیرا طبق طلبات ماده های 51 و 52 کودکس زمین جمهوری تاجیکستان زمین استفاده برندگان عهده دارند که زمین را موافق مقصد و شرط های معین شده استفاده بردن نسبت حفظ زمین، پیشگیری بدشوی استرکتوری خاک و بلند برداشتن حاصلناکی زمین ها تدبیرها اندیشند. همزمان در ماده 37 کودکس زمین آمده است که حقوق استفاده زمین یا یک قسم آن در حالت دوام 2 سال استفاده نبردنش برای احتیاجات کشاورزی قطع کرده می شود. باید تذکر داد که از گردش کشاورزی بیرون ماندن زمین برابر کارناشیان گردیدن خط شبکه‌های آبرسان و نبودن آب برای آبیاری فعالیت غیر قناعت بخش خواجگیداران است محسوب می‌یابد. ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین را در ناحیه تامین کرده و خواجگاه دهقانی کارهای فرماندهی و اینچنین در محل برطرف کردن قانون ویرانکنی‌هایی که نسبت زمین شده ایستاده است ما برطرف کرده ایستادیم. در ناحیه 28886 گکتار زمین کارم آبی در حالت همین وقت تصدیق شده است موجود می باشد. از کشت بیرون مانده زمین‌هایی که 870 گکتار زمین‌های بایر داریم، از اون جمله 997 گکتار زمین‌هایی که بیرون از کشت مانده است سبب آن نارسایی آب پالیزی می باشد. در حالت با آب تامین کردن و زمین‌های هم کشت میشن. البته در سمت استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت نیز کارهای زیادی را به سامان رسانیده ایستاده است. چنانچه با کمک دستگیری رئیس ولایت رجبای احمدزاده پایگاه‌های آبکشی به موسم امسالی آبرسانی آماده گردیده. سالی سپری شده از حساب چراگاه زمین‌های غیر کشاورزی 186 گکتار زمین نو گشوده شد. همزمان سال گذشته اکثر زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده از نو مورد استفاده قرار داده شدند. باید تذکر داد که استفاده ثمرناک هر قطعه زمین، حفظ و بلند برداشتن بازده آن و در مجموع تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت یکی از هدف‌های استراتژی دولت به حساب رفته. به درک عمیق ماهیت استفاده زمین و استفاده ثمرناک آن حل مسئله‌های افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و تامین طلبات روزافزون اهالی کشور با مواد آذوقه غیر امکان است. از این نقطه نظر هم این مسئله مورد توجه همیشگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت قرار دارد.